سلام سلام كمسك الختام. به نام خداوند بخشنده و مهربان. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان، درس امروزه ما حرف میم می باشد. بیایید اول با شما مخرج حرف میم را می بینیم. برای یافتن مخرج حرف میم پیش از حرف میم الف مانده می خوانیم. ببینید وقتی که لبهای ما با هم رسیدند و هوا با خالیگی بینی برآمد، یعنی مخرج حرف میم این رسیدن لبها و هوا با خالیگی بینی می براید. تکرار بکنید. حرف میم با فتحه چنین خوانده می شود. ما. حرف میم با کسره چنین خوانده می شود. می. حرف میم با ضمه چنین خوانده می شود. مو. فراموش نکنید در وقت تلفظ آواز او لبها به پیش برآورده می شوند. مو. اگر لبها به پیش نبراریم آواز چنین می براید. م. این خطا است. مو. این از طرز درست تلفظ کردن آواز او. حرف میم حرفی چهار شکله بوده، پیش از خودش و بعد از خودش به حرف دیگر پیوست می شود. اکنون طرز نوشتن حرف میم را دیده می برایم. حرف میم در اول کلمه چنین نوشته می شود. به حرف بعد از خود پیوست می شود. حرف میم در مابین کلمه چنین نوشته می شود. به حرف پیش از خود و بعد از خود پیوست می شود. حرف میم در آخر کلمه چنین نوشته می شود. به حرف پیش از خود پیوست می شود. و حرف میم در علاهیدگی چنین خیل نوشته می شود. در درس های پیشتر یک چیز را فراموش کردم بگویم. یکی از خصوصیت خط عربی این است که از طرف راست به طرف چپ نوشته می شود، نه مانند حرف های کریلی که از طرف چپ به طرف راست نوشته می شوند. اکنون بیایید با هم مثال های حرف میم را می خوانیم. مثال یکم: الف با فتحه، میم با سکون. مثال دوم: الف با کسره، میم با سکون. مثال دیگر: الف با ضمه، میم با سکون. مثال دیگر: میم با ضمه و حرف را با سکون. مر. در اینجا را قفس خوانده می شود. مثال دیگر: حرف میم با ضمه و حرف ز با سکون. موز. مثال دیگر: حرف را با ضمه، حرف میم با سکون. روم. مثال دیگر: الف با فتحه، میم با فتحه، را با فتحه. امر. مثال دیگر: الف با ضمه، میم با کسره، را با فتحه. امیر. مثال دیگر: الف با فتحه، میم با سکون، را با ضمه. امرو. در اینجا در وقت خواندن احتیاط کنید که قلقله نشود، یعنی که امرو نخوانید. در وقت تلفظ میم لبها را تیز نکشایید و طرز درستش این است: امرو. مثال دیگر: را با فتحه، میم با سکون، حرف ز با ضمه. رمزو. مثال دیگر: الف با کسره، را با سکون، میم با کسره. ایرمی. در اینجا را باریک خوانده می شود به سبب کسره ای که پیش از را آمده است. ایرمی.
مثال دیگر: میم با فتحه، را با سکون، میم با فتحه، را با سکون. مر 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 مر. در اینجا هر دو حرف را غفص خوانده می شود به سبب فتحه‌ای که پیش از آنها آمده است. مر 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 مر. بیایید مثال ها را باری دیگر با هم می خوانیم. ام، ایم، مر، موز، روم، امرا، اومیرا، امرو، رمزو، ایرمی، مرمر. این بود پایان درس امروزه. وظیفه خوانگی قاعده حرف میم و مثال های حرف میم را در دفتر نوشته خوانده تکرار بکنید. منتظر درس های بعدی باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.